الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستانی که خصوصا جوابی های ما را نسبت به پیج تقدیر یک دنبال میکنن، دوستان شما خبر دارین که مدیران پیج تقدیر یک چیزی در حدود 2 ماه اندی پیش با گذاشتن پست های متعدد به نسبت وهابیت شناسی افکار خیلی از عزیزان اهل سنت ما را مشوش کردن. البته این به جای خودش بنده قبلا هم بارها گفتم وهابیت چیزی نیست که در نزد اهل سنت و الجماعت امری قابل قبول باشه، منتها امروزه بعضی ها اگر واقعا موقعیتی برای خودش داشته باشه برای اینکه طرف مقابل را از میدان بیرون بکنه و از مقابله با خودش در جامعه او را سرنگون بکنه یا سرکوب بکنه، از این مارک وهابیت علیه چنین اشخاصی استفاده میکنن. و شما دوستان خبر دارین که پیج تقدیر یکم از همین رویه آمدن و استفاده کردن. متاسفانه بنده را، حالا بنده از خودم اینجا دفاع میکنم، دیگران حالا هر کسی به نسبت شخصیت خودش، به نسبت موقعیت خودش صلاح مملکت خویش خسروان دانند. به نسبت بنده آمد و متاسفانه تهمت‌های بسیار بدی را در فضای مجازی و حقیقی ما بین مسلمانان متاسفانه نشر دادند با عناوین مختلف چون مبلغ وهابی و مبلغ عقاید افراطی و پناه بر خدا رونده راه شیطان. از این گونه موارد شناخت پیج‌های اینستاگرام که در ترکمن صحرا عقاید وهابیت را ترویج می‌کنند. توحیدی _ ترکمن، حافظی المه، پیج حق طلب. این پیج های اینستاگرامی جز راه شیطان چیزی را دنبال نمی کنند. و بنده برای دفاع از خودم و برای دفاع از شخصیت دینی خودم در ما بین برادران اهل سنت فارس زبان خودم مجبور شدم که چند قسمت در این مورد صحبت بکنم. عزیزان مدیران پیج تقدیری که ما آمدن با شعار همین وهابیت شناسی و حتی با گذاشتن 10 پست در یک روز یک سری افکار غلط و غیر قابل قبول از نظر منظر اهل سنت و جماعت را به عنوان عقاید و اعمال اهل سنت و جماعت خواستن که در جامعه اینطور ترویج بکنن، تبلیغ بکنن. و از اون طرف الحمدلله چون که با جوابهای مدلل و معقول ما مواجه شدن نتونستن نهایتا سر پای خود وایستن و یکی بعد از دیگری پریشانی های زیادی برای مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک متاسفانه پیش آمد. از جمله جناب مولا عمر توماچ که ایجاد کننده این پیج بودن، بعد از دیدن جوابهای مدلل و معقول ما خود را کنار کشیده ادعا کردن که بله این پیج را بنده ایجاد کردم منتها به کسی دیگر واگذار کردم. چه وقت شما واگذار کردین؟ نوشته بودن که بله بنده در عید فطر این را واگذار کردم به دیگری، ولی بعدا مشخص شد که نخیر چنین نبوده، بلکه در عید قربان هم عکس خودشون را در پیج خودشون گذاشته و دیگران عید قربان را هم تبریک گفته بودن. بعد از اون پریشانی های دیگری هم به نسبت کامنت ها و حرف هایی که زده بود در فضای مجازی برای این بزرگوار عزیز ما آقای مولا عمر توماچ پیش آمد. بعد از اون این بزرگوار دیگری به نام اسلام مخمی، جوانی هست، آمد و ظاهرا مدیریت این پیج را به عهده گرفت، ولی چون که زحمات این دو بزرگوار و اشخاصی که در پشت سر اینها قرار دارن مبنای اونها بر قرآن و سنت نبود، متاسفانه خیلی زود این پریشانی ها و بلکه بی آبرویی و بی حیثیتی اونها در جامعه متاسفانه برملا شد. در این بین گفته نبی خدا صلی الله علیه و سلم من میخوام یادآوری بکنم برای اون عزیزانی که واقعا خود را مسلمان میدانند.
نبی خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر کسی که قصد بردن آبروی مسلمانی رو داشته باشه الله متعال او را در خانه او رسوا خواهد کرد، یعنی در خانه خودش. لذا ما خیلی باید مواظب باشیم و سعی بکنیم خصوصا در اهداف دینی، در سخنرانی های دینی، در فعالیت های دینی خدای نکرده قصدی غیر از قصد رضایت الله متعال نداشته باشیم. پنابر خدا اگر ما قصد بردن آبروی مسلمان دیگری داشته باشیم، بردن آبروی خانواده دیگری رو ما داشته باشیم، ما با الله طرفیم. چنانکه قبلا هم تقریبا چیزی در حدود 1 سال اندی پیش استاد محترم آخوند قربانپور نیز به نسبت بنده متاسفانه تهمت‌های بسیار بدی را زده و در فضای مجازی نشر دادن و بنده در جوابی این بزرگوار که در قسمت 7 هم بنده همونجا این مطلب را و این حدیث را اونجا هم بیان کرده بودم که شما از خدا بترسین که شما که آمدین و حافظ یلمه را به عنوان فلاح بر خدا یهودی و نمیدونم اجیر دیگران خیلی از تهمت‌های دیگری که شما دارین میزنین، گفتم که شما با الله طرفین. و متاسفانه خیلی زود بعد از اون پریشانی هایی که برای استاد قربانپور پیش آمد همه دوستان از اون خبر دارن و بنده واقعا به نسبت ایشون، به نسبت این پریشانی که صدای همون زنی که در فضای مجازی پخش کردند و خلاصه باعث یک سری کدورت ها و ناراحتی ها برای استاد بزرگوار شدن، همه شما خبر دارین. در این موارد ما باید حواس ما بر این باشه که بله ما با خدا طرفیم اگر برخلاف خدا باشیم. حالا هم متاسفانه در حال حاضر پیج تقدیر مشخص نیست مال کی هست. هویت این پیج، مدیر این پیج و اداره کننده این پیج چه کسی است تا به حال متاسفانه مشخص نیست. چطور مشخص نشده؟ مولا عمر توماج که کنار رفتن، از این طرف برادر گرامی ما اسلام مخمی هم بعد از پیش آمدن پریشانی های زیادی در فضای مجازی به نسبت خود و خانواده خودش متاسفانه من واقعا ناراحت شدم در این مورد. ایشون هم کنار رفتن و استعفای خودشون را صاف ساده اعلان کردن، ولی در حال حاضر هیچ مشخص نیست این پیج تقدیر یک مال چه کسی هست و مدیر واقعی چه کسی هست. لذا ما از مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک خواهش ما از شما اینه که شما واقعا مبلغ دین خدا و رسول خدا هستین، بیاین هویت واقعی خودتون را مشخص بکنین. شما منسوب به چه مدرسه هستین، از کدام منهج فکری هستین و اساتید شما چه کسانی هستن. اون عزیزانی که هنوز نمیتونن خودشون در فضای مجازی برای دیگران معرفی بکنن، لذا گفته های چنین اشخاصی هم برادران عزیز ما هیچ ارزشی در کفه حق اصلا نداره. اگرچه ما در حقیقت میدونیم که این پیج متعلق به جناب مولا عمر توماج، مولای و طلبه مدرسه حنفیه گنبد هست. بعد همون اوایل هم وقتی که آخوند نیک نهاد به بنده زنگ زدن گفتن که بله این پیج مال مولای ما نیست، مال مولای غیر حضوری ما هست، مال مولا عمر توماج نیست و این مسائل، من همونجا خواهش کردم که جناب استاد بنده به همراه جناب مولا عمر توماج نزد شما تشریف میاریم. ایشون در نزد بنده قسم بخورن که بله این پیج مال بنده نیست، من دیگه حرفی نمیزنم، من دیگه نه اسمی از مدرسه حنفیه گنبد میگیرم نه از شما و حتی معذرت خواهی هم بنده خواهم کرد. ولی متاسفانه ایشون نتونستن که ما را دعوت بکنن. چرا؟ چون که همون صدایی که علیه بنده پناه خدا مبلغ وهابیت و فلان فلان این تهمت ها را زده، خود همین شخص هم کسی غیر از جناب مولا عمر توماج کسی دیگر نیست و هنوز هم وقت هست. اگر واقعا برادران عزیز ما در مدرسه حنفیه گنبد اساتیدشون بزرگانشون واقعا بتونن ثابت بکنن که همون صوتی که علیه بنده پخش کردن و بنده را در جامعه اهل سنت به صورت بدی معرفی کردن، اگر واقعا بتونن ثابت بکنن که مال جناب مولا عمر توماج نیست، بنده باز حرف خود را به نسبت این عزیزان پس خواهم گرفت. دوستان دقت بکنید، اگر گوینده کدام حرفی و کدام طرحی و کدام ایده‌ای و کدام عقیده‌ای و کدام عملی اگر هویت اون شخص در مرحله اول مشخص نباشه، کسی آمده در کنار خیابان یه حرفی زده رفته، کسی یه کامنتی گذاشته رفته پایین، اصلا مدلل که نبودن که به جای خودش اصلا مشخص نیست مالکیه. در مرحله اول باید هویت اشخاص گوینده باید برای ما مشخص بشه تا ما بتونیم این چنین گفته ها و نوشته هایی را در کفه ترازوی حق و باطل گذاشته و بتونیم که برای ما وزن قائل بشیم.
در مرحله دوم اگر فرضاً گوینده کدام مطلبی مشخص باشه، کدام طرحی مشخص باشه، اما وقتی ما عدم پایبندی اون بزرگوار را به نسبت حرفی که خودشون گفتن ما میبینیم، دیگه این حرف هم و چنین ایده و مرامی هم در نزد عقلای انسان ها هرگز قابل قبول نیست. و در مرحله سوم اگر واقعا هویت شخص برای ما مشخص باشه و گوینده هم به نسبت اون چیزی که میگوید عامل باشه، اما چون که در مقابل اشخاص دیگر قرار گرفته و دیگر اشخاص را وهابی و گمراه و فلان دیگر با القاب بسیار بدی اونا را خطاب میکنه، اگر به نسبت همین حرفی که گفته نمیتونه در میدان علم و مناظره و مباحثه از خودش دفاع بکنه و طرف مقابل را از میدان حق و باطل کنار بگذاره، لذا چنین گفته ها و ایده ها و مرام ها و منهج ها و عقیده ها هم هرگز قابل قبول نیست. حالا به نسبت پیج تقدیر یک که در مرحله اول ما هنوز موندیم که مدیریت و هویت واقعی پیج تقدیر یک دست چه کسی است. لذا از شما مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک خواهش من اینه که شما بیاین خودتون رو مشخص بکنین، معرفی بکنین، هویت خودتون رو، مال کدوم مدرسه هستین، از کجا هستین، برای چه کسی هستین، تا دیگران بتونن به نسبت گفته‌های شما ارزش قائل باشن. حالا بنده در این چند پستی که به زبان فارسی حرف زدم صرفا عقیده بنده بعد از رضایت الله متعال، مقصد بنده از این بیانهای فارسی بعد از رضایت الله متعال، قصد بنده این بوده کن عزیزانی که از این نوشته ها و اون قطع و بریدهای پیج تقدیر یک و گذاشتن فیلم ها و القاب بد به نسبت بنده، خواستم به نسبت شخصیت خودم دفاع بکنم و فکر میکنم در همین حد دیگر این کافی باشه. دوستان فارس زبان ما متوجه شدن که آنچه پیج تقدیر یک نوشته و گفته و قطع برید کرده همه از امور غیر قابل قبول و بلکه تهمتی بسیار سنگین بر شخصیت بنده بودن. من بعد الحمدلله و المنه انشاءالله اون جوابی های ما به نسبت جناب مولا عمر توماچ و جناب آخوند توماچ و مدرسه حنفیه گمت انشاءالله همچنان ادامه خواهد داشت، چون که این بنده نبودم که شروع کردم، این عزیزان آمدن شروع کردن. حالا که شروع کردن اگر میتونن در میدان علم و مباحثه تشریف بیارن با ما بحث علمی بکنن، قضاوت ما میگذاریم برای مردم اهل سنت و جماعت ترکمنسر و دیگر ترکمن های جهان. و اگر نمیتونن خب باز مردم قضاوت خواهند کرد. اون شخصی که از گفته خودش نمیتونه دفاع بکنه، گفته ها و فرموده ها و چین اشخاصی در کفه ترازوی حق و باطل هیچ ارزشی نزد عقلای انسان ها هرگز نداره. الله امتحان به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.